هرگز مال کسی را ندزدید، چون که آخرت شما را برباد می دهد. همه ما و شما می دانیم که یکی از گناهان کبیره و هلاک‌آور گناه دزدی است که حرام بودن آن با دلیل‌های قطعی و روشن ثابت است. واقعا صادر کردن جنایت دزدی کار زشت و بدی است که قرآن سزای آن را بریدن دست معین کرده است. دزدی شرافت انسان را زیر سؤال میبرد و آبروی او را میبرد. اما صادر کردن دزدی در مسجد بدتر و زشتر است که تصور کردنش هم خیلی مشکل است. حتی یک میخ مسجد را دزدیدن در روز قیامت جوابگری دارد. فقهای کرام رحمهم الله اجازت نمیدهند که حتی قرآن مسجد را برای تلاوت کردن از مسجد به خانه بیارید که تلاوت قرآن خیلی کاری ثواب است. پس پیش از یک خس مسجد را گرفتن یا مال مردم را دزدیدن خوب اندیشه کنید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند: لعن الله السارق یسرق البیضة فتقطع یده و یسرق الحبل فتقطع یده. رواه البخاری و مسلم. یعنی خداوند دزد را لعنت کند که با دزدیدن تخم مرغ و ریسمان باعث می شود که دستش بریده شود. روایت بخاری و مسلم. معنای حدیث این نیست که در شریعت با دزدیدن یک تخم مرغ دست انسان بریده شود، بلکه معنای حدیث آن است که دزدیدن چیزهای اندک انسان را به دزدیدن چیزهای بزرگ میکشاند و با این عمل زشت در لعنت خداوند گرفتار می شود. یعنی تخم دزد مرغ دزد می شود. پس به خاطر یک چیز اندک خود را به لعنت خداوند گرفتار نکنید. معنای لعنت را که می دونید، از رحمت الله دور بودن است. پس خوب مواظب اعمال خود باشید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.